ناوها قابلیت غرق شدن دارن؟ نه نیروی دریایی ایران، نه نیروی دریایی ارتش، نه نیروی دریایی نه نیروی هوافضا و اون توان موشکی و پهپادی ما، هیچ کدوم نمیتونن این ناوهای هواپیمابر رو غرق بکنن. و جالب بدونید که حتی خود ارتش آمریکا هم نمیتونه این ناوهای هواپیمابر رو غرق بکنه. ناو هواپیمابر USS آمریکا که بازنشست شده بود و سابقه جنگ توی خلیج فارس و ویتنام رو داشت، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش آمریکا تو سال 2005 به این ناو حمله کردن با بمب‌های هدایت آزاد، با بمب‌های لیزری، با موشک کروز، با اژدر و حتی سناریوی حمله با قایق‌های انتحاری هم روی این بدنه ناو، روی این ناو USS آمریکا تست کردن. 25 روز تمام این ناو غرق نشد. از 25 روز حالا تیم‌های تخریب وارد ناو شدن، اون درهای فولادی رو باز کردن، روی قسمت‌های حساس ناو مواد منفجره سنگین کار گذاشتن و نهایتا اینجوری ناو غرق شد به صورت کاملا کنترل شده. پس خیلی ساده شده در پاسخ به سوال شما، یک ناو هواپیمابر رو نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه حتی خود آمریکایی‌ها نمیتونن غرقش بکنن.